سرخط خبرها. با قرقیزستانی ها توصیه شد موقتا به تاجیکستان نروند. سوختار در جای کاری مهاجران تاجیک در روسیه و مهلت دریافت پتنت کم و صنایع اعتبارش زیاد می شود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز 15 مارت است. برنامه آذوقه سازمان ملل که نرخ بازارها را تحلیل می کند گزارش نوش را از وضع بازارهای تاجیکستان نشر کرد. ارزیابی برنامه آذوقه جهانی در 6 بازار تاجیکستان معلوم کرده است که نرخ محصولات اساسی غذایی از قبیل آرد و گندم، روغن‌های رستنی و پخته در مقایسه با هفته گذشته معتدل باقی ماندند. اما نرخ‌های میانه برنج و شکر متناسباً 1% بالا رفته است. همچنین مقایسه نرخ در بازارها نشان داده است که نرخ میانه سبزیجات از جمله پیاز و کارتوشکا نسبت به هفته گذشته 1% پایین رفته است. نرخ پیاز که ماه گذشته در کشور وابسته به منطقه ها از 7 تا 11 سامانی بود، فعلا از 4 تا 10 سامانی فروخته می شود. پیاز یکی از محصولات سریع برای اویله ها در تاجیکستان است و هر گونه تغییرات در نرخ آن مورد توجه ساکنان قرار می گیرد. وزارت امور خارجه قرقیزستان روز 14 مارس با نشر اظهارات به شهروندان این کشور توصیه داد که موقتا از همه گونه سفر به تاجیکستان خودداری کنند. در اظهارات آمده است که گویا جانب تاجیکستان بدون آگاهی رسمی سفر به این کشور را محدود می کند. در ادامه بیانیه گفته می شود که طبق اطلاع سفارت قرقیزستان در تاجیکستان، مرزبانان در فرودگاه شهر دوشنبه به قرقیزستانی ها اجازت نمی دهند که وارد این کشور شوند. در نتیجه قرقیزستانی ها مجبور می شوند که مبلغ علاوگی صرف کرده بلیط خرند و در منطقه ترانزیتی پرواز بازگشت را منتظر مانند. جانب تاجیکستان درباره این اظهارات مقامات قرقیزستان تا حال واکنش نکردند. دیوان وزیران قرقیزستان ماه می سال 2021 با قبول قرار ورود شهروندان تاجیکستان را به این کشور محدود کرد. این قرار بعد نزاع مسلحانه در مرز دو کشور که روزهای 28 تا 30 اپریل آن سال صورت گرفت قبول شد. سرحد تاجیکستان و قرقیزستان که بیش از 300 کیلومترش هنوز تعیین و نشانه‌گذاری نشده است، سالها باز منبع نزاع میان دو کشور است. مکان کاری مهاجران تاجیک در شهر کیرژاچ ولایت ولادیمیر روسیه آتش گرفته است. حادثه روز 14 مارس رخ داده است. به گفته شاهدان که به رادیو آزادی نوار حادثه را فرستادند، در این کارخانه بیشتر مهاجران کاری تاجیک و ازبک کار میکنند. مهاجران گفتند حجت‌هایشان در سوختار نابود شده است. حجم ضرر رسیده حالا معلوم نیست. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. بسیاری از آنها در جایهای کار زندگی دارند که بی خطر و برای زندگی امن نیست. در بیشتر حالتها مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار می کنند که قاعده های ضد سوختار را رعایت نمی کنند. مهاجران می گویند مقامات و کارفرمایان روس برایشان شرایط درست کار و زندگی را فراهم نمی سازند. همه ساله 20 مارس در جهان همچون روز خوشبختی تجلیل می شود. این سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد راه اندازی شده. هدفش را مهم دانستن احساس خوشبختی در زندگی انسان گفتند. خبرنگار رادیو آزادی در کوچه های دوشنبه از راهگذران پرسید که خوشبختی را در چی می بینند. با فکر شما آدم در کدام حالت خوشبخت است؟ آدم در وقتی خوشبخت است که وقتی که پدر مادرش است، اویله دار، فرزند دار، کلین، داماد، نیمره دار، بعد کار دارد، خانه در دارد، زندگیش نفت، عمر دراز. خدا فرزندان را طلب میکنم. خداوند کریم همه وقت صحت سلامت باشند. خوشبختی این است که خوشبختی اولا عائله سالم، جامعه سالم. برای خوشبختی به شما چی لازم است؟ برای خوشبختی هم از اول آسمانی صاف، آزادی، امانی، تنجی باشد در همین تاجیکستان ما، همین خلق ما به همین وطن صادق باشند. خوشبختی را در چشمای پدر مادرم میبینم. 18 سال کلان ما میکنه، میخورونه، میپشونه، خودش نمیخوره، ما را میخورونه.
چون احساب همون مهرش میتر کمبودی داشته باشم اسلام میکنم. هر یک انسان یک مدت تنی صحت باز همین دولت ها خوشبخت باشد، آزاد باشد، همه وقت همین کارهای نیک گردیم، هیچ کس یک مدت بیمار نشود. چی شما رو خوشبخت میکنه؟ خوشبخت مرا اویلایم مملکت تینج آبادم تینجی امانی باشد همه جو خرسند برم ما هم خرسندی این زیاد میشد همه جا تینج آبادی کار کرد سادیم ما خوشبخت ترین آدم. با فکر شما آیا مهم است که در جمعیت آدم خود را خوشبخت حس کند یا فرق ندارد؟ مهم است. اگر اویلا تینج باشد، فرزندای خوب باشد، چهار طرف همه عزت و حرمت باشد، این گپای من دخل دارد برای یوشا. ما تربیه که ما گرفتیم تربیه این یوشا نیست. ما بسیار از پدر و مادر تربیه کلان گرفتیم که در جمعیت چه رفتار کردن در کار، عزت و حرمت چه در کار. حالی نگاه میکنم یوشا چه دخترها چه بچه ها عزت و حرمت ندارن. همین میخوام که همینا عزت و حرمت کردی باشن من خودم خوشی حس میکنم. بیننده های عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه برایمان نویسید که شخصا شما خوشبختی را در چی می بینید و تا کدام اندازه شما خوشبختید. وزارت کارهای داخلی روسیه آمادگی خود را برای 2 برابر کاهش دادن مهلت دادن پتنت و همچنین زیاد کردن مهلت اعتبار آن برای مهاجران اعلام کرد. گفته می شود از این به بعد مهلت دادن پتنت از 10 تا 5 روز کم می شود و همزمان مهلت اعتبار آن از 1 سال قبلی به 3 سال زیاد می شود. خبرگزاری دولتی ریان نووستی خبر داده است که وزارت کارهای داخلی پیشنهادی بر استیتاف وکالتدار اوید به حفظ حقوق صاحبکاران روسیه درباره تمدید مهلت پتنت مهنتی برای مهاجران قبول کرده است. با گفته تیتوف برای جمع آوری و کارکرد اسنادی ضروری برای مهاجران 20 روز لازم می شود. در نتیجه صاحبکاران زیان می بینند و به بودجه انداز از درآمد کمتر وارد می شود. با اطلاع منبع وزارت کارهای خارجی نیز همچنین به امتیازها راضی شده است، ولی به شرطی که تاجیکستان و ازبکستان ترتیب جلب مهاجران را برای شرکت‌های مشخص روسیه و اجرای اکثر اسناد در قلمرو کشورهای شریک تکمیل دهند. مهاجران مهنتی از جمله تاجیکان برای فعالیت کردن در روسیه با نرخ گران پتنت میگیرند. تنها در سال 2022 مهاجرانی که در مسکو با پتنت کار میکنند به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل انداز دادند. این رقم در مقایسه با 1 سال پیش 45% بیشتر بوده است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه میبینیم. 15 марти соли 1925 дар шаҳри Душанбе нахустин шумораи нашрияи Иди Тоҷик аз чоп баромад, ки баъдан номи Тоҷикистони Советӣ ва ниҳоят ҷумҳуриятро гирифт. Ин нашрияи расмии Тоҷикистон буда дар давраи шӯравӣ рӯзномаи ҳукумат ва ҳизби коммунист буд ва дар давраи истиқлолият сиёсати ҳукуматро инъикос мекунад. 15 марти соли 1971 дар заминаи факултаи тарбияи ҷисмонии донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе донишкадаи варзиши Тоҷикистон таъсис шуд, ки баъдан донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов ном гирифт. донишкада 5 факултет дошта муассисаи таълимии омӯзгорон, мураббиён, доварон ва кӯҳнавардҳо ба ҳисоб меравад. дар миёни хатмкардаҳои ин донишгоҳ исми Зебунисо Рустамова, Андрей Абдувалиев, бародарон Лабановҳо, Боқиевҳо ва Дилшод Назаров ёд мешавад. 15 марти соли 1939 ҳунарпешаи маъруфи синамо Бимболат Ватаев таваллуд шудааст, ки барои рушди синамои тоҷик заҳмат кашидааст. иҷрокунандаи нақши Рустам аз достонҳои Шоҳнома ва Ҳасани Аробакаши сохтаи Борис Кимёгаров 61 сол умр дид. ин ҳунарпешаи зодаи Осетияи Шимолӣ бо ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ қадрдонӣ шудааст. бонки миллӣ арзиши қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. хабару гузоришҳои аз ин бештарро дар сомонаи мо бо нишони cw.azadi.org ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. худо нигаҳбонатон.